بخش 1 مقدمه. امروز به اعماق اقیانوس سفر می‌کنیم تا موجوداتی رو کشف کنیم که بسیاری از ما حتی نامشان رو نشنیده ایم. این حیوانات شگفت‌انگیز و ناشناخته در اعماق تاریک اقیانوس زندگی می‌کنند و رازهای زیادی از زندگی زیر سطح را در خود دارند. آمیوتریس، ماهی عظیم‌الجثه است که در اعماق سرد اقیانوس زندگی می‌کند و به خاطر اندازه بزرگ و رفتار عجیبش شناخته می‌شود. این ماهی می‌تواند بیش از 2 کیلومتر زیر سطح قطور شود و در شرایطی زندگی کند که بیشتر موجودات دیگر نمی‌توانند زنده بمانند. 1. بخش 3 موجود شماره 2 اختاپوس شبحی. اختاپوس شبحی با بدن شفاف و توانایی شگفت‌انگیز خود در تغییر رنگ و شکل، یکی از جذابترین موجودات اعماق اقیانوس است. این حیوان که به رفتار مرموز و پیشبینی ناپذیر شناخته می شود، سالهاست که محققان را به خود جلب کرده است. 2. بخش 4 موجود شماره 3 ماهی شکارچی. 3. ماهی شکارچی یکی از عجیبترین موجودات اعماق اقیانوس است. ویژگی منحصر به فرد آن، چراغ بیولومینسونتی روی سرش است که به اون کمک میکنه تا طعمه ها را جذب کند. در اعماق تاریک اقیانوس، این نور مانند یک فانوس عمل میکند. 2. بخش 5 موجود شماره 4 عروس دریایی زرافه‌ای. عروس دریایی زرافه‌ای یکی دیگر از موجودات شگفت‌انگیزی است که در اعماق اقیانوس زندگی می‌کند. با شش‌های بلند و ظریف، این عروس دریایی یکی از جذاب‌ترین موجودات زنده است که قادر به زنده ماندن در برخی از سخت‌ترین شرایط زمین است. بخش 6 نتیجه‌گیری. اعماق اقیانوس هنوز بسیاری از رازهای خود را نگه داشتند و هر روز موجودات شگفت‌انگیز بیشتری کشف می‌کنیم. اگر به یادگیری بیشتر درباره این موجودات شگفت‌انگیز علاقه‌مندید، حتما ویدیوهای آینده ما را دنبال کنید.